الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد. برادر سوال نمودند که آیا خضر علیه السلام زنده است یا که وفات نموده اند؟ زیرا امروز بعضی از انسان ها هستند که میگویند خضر علیه السلام زنده اند. بارک الله فیکم. البته خضر علیه السلام نبی از انبیای الله سبحانه و تعالی بودند و در زمان خود وظیفه خود نبوت خود را به پایان رسانیدند. اما امروز در مسئله خضر دو مذهب وجود دارد: مذهب حق و مذهب باطل. مذهب حق مذهب اهل سنت و الجماعت که میگویند خضر علیه السلام وفات کرده اند و البته به این قرآن و سنت و اجماع و عقل دلالت میکند. و مذهب صوفی ها و غلات میگویند که خضر علیه السلام زنده است و بعضی از اونها گویا خضر را میبینند و بعضی از روایت ها دارند که گویا خضر زنده است، که البته این مذهب غلات صوفی ها هست. بارک الله فیکم. اولا میگیم هر یک روایتی که برای زنده بودن خضر علیه السلام روایت شده است، ذکر شده است، همه اش باطل است، دروغ است و موضوع است، گذاشته شده است، بافته شده است. زیرا که قرآن و سنت و اجماع امت، اجماع علمای محققین و عقل انسان سالم موحد به این دلالت میکرد که خضر علیه السلام وفات نمودند. بارک الله فیکم. اولا دلیل ما برای این که خضر وفات نموده است، خضر علیه السلام وفات نموده اند، از قرآن است. سوره انبیاء آیت 34 وقتی که نظر میکنید الله سبحانه و تعالی میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون. یعنی ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ما با وجود این که تو به نهایت قدرت در نزد ما بلند است، با وجود این که ای محمد صلی الله علیه و سلم ما تو را اختیار کرده ایم و برگزیده ایم، با وجود این که تو خلیل است و به الله نزدیکترین بنده سید ولد آدم هستی، ولا فخر، تو اولین کسی هستی که به جنت داخل میشوی، اولین کسی هستی که از قبرت بیرون میشوی. سبحان الله، اولین شافع و اولین مشفع هستی. بعد از این الله میگه با وجود این همه درجه و فضل و مکانت ای محمد صلی الله علیه و سلم تو وفات میکنی. افئن مت فهم الخالدون. یعنی پیش از تو بوده انسان هایی که بشر و مردمی که زندگی کردند، یگان نفر آنها زنده نمیمانند و تو هم زنده نمیمانی و تو هم حتما وفات میکنی. یگان کسی در این روی دنیا خالدی نمیماند. پس ما سوال میکنیم خضر بشر است یا جنی یا جن؟ البته یگان شک نیست که خضر علیه السلام نبی از انبیای الله بشر هستند. پس اگر از بشر باشند، این آیت به عمومش دلالت میکند که خضر علیه السلام نیز وفات کردند. بارک الله فیکم. و این چنین آیت دیگر سوره آل عمران آیت 81 دلالت میکند به وفات خضر علیه السلام. این است که الله میگه: و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. این آیات را خوب دقت بدید. الله سبحانه و تعالی معنای دین است که از همه انبیا و رسولی که به این دنیا آمده اند در ازل، یعنی پیش از این که به این دنیا بیایند، از اونها شهادت گرفته است. تمام انبیاها و رسولانی که به این دنیا آمدند پیش از آمدنشان به الله سبحانه و تعالی وعده داده اند و الله از اونها شهادت گرفته است که ای رسولان، ای انبیا، زمانی که آخرین پیامبر به نزد شما آمد، جاءکم رسول مصدق لما معکم، یک رسولی که در آخر زمان آمد تصدیق کننده آن چیزی که شما برده اید، یعنی تصدیق کننده دین شما هست. یعنی دین همه رسولان توحید بود.
لتؤمنون به ولتنصرنه، حتما شما به همین رسول آخر الزمان آمده اگر زنده باشید ایمان میبیارید و نصرتش میدهید. قال اقررتم، قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اسری. یعنی الله میگه که ای پیامبران، آیا به همین گفته من که در آخر الزمان پیامبر محمد صلی الله علیه و وقتی که اومد شما اگر زنده باشید به همون ایمان میبرید و نصرتش میدید، آیا اقرار میکنید و به همین گفته اتون میایستید و وعده میدید؟ قالوا اقررنا، تمام رسولان و انبیا گفتن که اقررنا، اقرار کردیم. الله گفت قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین، شاهد باشید، شهادت بدید که من همراه شما از شاهدانم. پس سوال اینجا است، آیا خضر علیه السلام به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و ایمان آوردند، به رسول الله صحابه شدند، نصرت رسول الله را دادند یا نه؟ نه، البته خضر علیه السلام به نزد رسول الله نه آمدند. خضر علیه السلام به رسول الله ایمان نه آوردند. خضر علیه السلام به رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه نشدند. پس این دلالت میکرد که خضر وفات کردند. چرا؟ زیرا که سوره آل عمران آیه 81 دلالت میکند که اگر خضر علیه السلام زنده می بودند حتما به نزد رسول الله باید می آمدند، ایمان می آوردند، نصرت رسول الله را می دادند و از جمله صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میشدند. پس هیچ شکی نیست که خضر علیه السلام وفات کردند، زیرا خضر علیه السلام از جمله یکی از نبی از انبیای الله به مانند دیگر انبیا و رسولان با الله شهادت دادند که زمانی که در زنده بودنشون محمد صلی الله علیه و سلم همچون پیامبر برگزیده شد حتما بیایند ایمان آورند. پس یگون صحابه به ما روایت نکردند که خضر آمدند و ایمان آوردند، یگون روایت صحیح نیست، پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما نقل نکردند. این دلالت میکند که خضر علیه السلام تا زمان پیامبر شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم، مبعوث شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبری وفات کرده بودند. و همین دلیل را ابن جوزی حجت می آورند رحمه الله و میگویند که با همین دلیل، یعنی سوره آل عمران آیه 81 ما دلیل میگیریم و همین آیت حجت است که خضر علیه السلام وفات کرده اند. بارک الله فیکم. پس این دو آیت از قرآن بود برای وفات خضر علیه السلام، سوره انبیاء آیه 34 و سوره آل عمران آیه 81. بارک الله فیکم. و دلیل از سنت مطهره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این که خضر علیه السلام وفات کردن، امام بخاری روایت میکنه رحمه الله، به روایتی رو روایت میکنند در زیر باب وفات خضر علیه السلام. یعنی در دلیل میارند امام بخاری از حدیثی که الان به شما روایت میکنیم و میگن که خضر علیه السلام وفات کردند. و بعضی این روایت در صحیح بخاری است و بعضی دیگرش در صحیح مسلم است. این حدیث از ابن عمر، ابی سعید الخدری و جابر ابن عبدالله الانصاری رضی الله عنهم روایت شده است و این حدیث کاملا در صحیح مسلم دیده می شود و بعض این حدیث در کتاب صحیح امام بخاری دیده می شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش از این که وفات بکنند، یک ماه پیش از وفاتشان صلی الله علیه و سلم این سخن را میگویند، چگونه که جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما میگویند. جابر ابن عبدالله روایت میکنند، ما حدیث جابر ابن عبدالله روایت کرده رو میگیریم زیرا که کاملتر است. در روایت مسلم میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از وفاتشون یک ماه پیش در یک شب گفتند ارایتکم لیلتکم هذه لیس علی ظهر الارض احد ممن هو علیها اليوم بعد 100 عام. ببینید همین شبی که امروز شما قرار دارید، از همین شب شروع میکنیم، بعد از همین شب 100 سال آینده هر انسانی که همین شب زنده است در روی زمین هست، آخرینش 100 سال دیگر زندگی میکرد، بعد از این هیچ کسی نمیماند. ببینید معنای حدیث این است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگند هر انسانی که هر چیزی که امروز در همین، یعنی عموما این حدیث به انسان ها دلالت میکرد، هر انسانی که در همین شب زنده هست، هر مردمی که در همین شب زنده است، آخرینش در 100 سال، در مدت 100 سال وفات میکند. یعنی در مدت 100 سال از همین شب اگر حساب بکنیم، آخرینش بعد از 100 سال یگان نفر زنده از همین انسان ها نمیماند. این دلالت میکند که اگر خضر علیه السلام حساب بکنیم که در زمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده بودند،
حتما بعد از همون شب بعد از 100 سالش تمام وفات کردند. تا 100 سال باید همه بمیرد. و این حدیث به همین دلالت میکرد. ارایتکم، آیا میبینید که لیلتکم هذه، انا من شب، لیس علی ظهر الارض احد، هر چیزی که در بالای زمینی از موجودات یعنی از انسان هست، ممن هو علیه اليوم، یعنی همین روز هست، بعد 100 عام، یعنی بعد از 100 سال از این انسان ها هیچ کسی نمیماند. سرشویش همون شبی که پیامبر صلی الله علیه و گفتند 1 ماه پیش از وفاتشون، اداشویش 110 هجری. برای همین وقتی که نظر میکنیم آخرین صحابه که وفات کردند ابو طفیل ابن واثله رضی الله عنه 110 هجری وفات کردند. ببینید آخرین صحابه ابو طفیل عامر ابن واثله رضی الله عنه 110 هجری وفات کردند. بعضی میگن که انس ابن مالک آخرین صحابه نه، بلکه ابو طفیل عامر ابن واثله 110 هجری وفات کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله این سخن را 10 هجری گفتند. آخرین صحابه که وفات کردند که همون روز زنده بودند 110 هجری، یعنی بعد از این که پیامبر صلی الله علیه و آله همین سخن را گفتند از همون روز حساب می شود بعد از 100 سال همه انسان هایی که در زمان پیامبر زنده بودند وفات میکنند، هیچ کسی نمیماند، خواه خضر باشند خواه صحابه. برای همین علما میگن بعد از 110 هجری هر انسانی که خود را صحابه اعلان کرد دروغگو هست، زیرا که حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله دلالت میکند که بعد از این سخنشون را گفتند، بعد از یعنی پیش از مرگشون این سخن را گفتند، بعد از 100 سال هیچ صحابه در روی دنیا نمیماند و در جمله خضر علیه السلام در روی این دنیا نمیمانند. بارک الله فیکم. این دلیل بود برای وفات حضرت خضر علیه السلام. دلیل دوم این که در غزوه بدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زمانی که صحابگانشون را دیدن که در حالت یعنی کمی هستند، صحابگان کم هستند و مشرکان زیاد هستند، صحابگان 313 نفر بودند، در بعضی روایات 314 نفر، مشرکان 1400 نفر، صحابگان در حالتی که یراق و اسلحه خوب ندارند، صحابگان به خاطر جنگ به بدر نبرآمده بودند. وقتی که جنگ شروع شد پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند اللهم نصرك الذي وعدت اللهم ان تهلك هذه العصابه لن تعمد في الارض ابدا. ای الله نصرتی که وعده کردی عطا فرما. ای الله اگر همین عصابه همین یک توده از صحابگان وفات بکنند در روی زمین دیگر پرستیده نمیشوی. این روایت صحیح است. حدیث صحیح است. بارک الله فیکم. پس این حدیث چگونه حجت است؟ این حدیث حجتیش همین است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند اگر همین صحابگان در همین جنگ بمیرند دیگر در روی زمین تو را هیچ کس عبادت نمیکنند. معنیش این است که موحدین همین ها هستند، همه مردان همین ها هستند. یعنی خضر علیه السلام هم وجود نداشتند. یعنی وقتی که این صحابه بمیرند در روی زمین اگر خضر باشند، خضر دیگر الله را عبادت میکردند. اما معنای این حدیث همین است که خضر علیه السلام وجود ندارند. خضر علیه السلام وظیفه خود را به پایان رساندند وفات کردند. بارک الله فیکم. پس بدریون اینها از اهل جنت هستند. البته این عقیده اهل سنت و جماعت است و این روایت هم این حدیث هم دلالت میکند که حضرت خضر علیه السلام وفات کرده اند. و روایت دیگر است باز آشکارتر است. روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که اگر موسی علیه السلام زنده می بودند هیچ علاج نداشتند مگرم به اینکه به من یعنی محمد صلی الله علیه و سلم بیایند و ایمان بیارند و پیرو شوند. چگونه که این حدیث صحیح است. امام احمد در مسندشون روایت میکنند از جابر بن عبدالله میگویند ما هذا یا عمر قال ورقه من التوراة كتب لي رجل من اليهود صفحة من التوراة يقرأها عمر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما تهلكون فيها يا ابن خطاب لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. روز رسول اکرم صلی الله علیه و آله عمر بن الخطاب را دیدن که در دستشون یک ورقه از کتاب تورات. رسول الله پرسیدند که ای عمر این ورقه چیست؟ عمر گفتند که این یک ورقه یک کاغذ از صفحه از کتاب تورات است که به من یهودی نوشت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفتند به تحقیق من به نزد شما با یک منهجی سفید و درست و مستقیم و راست آمدم که شبش مثل روز است
قسم به الله، ببینید اینجا محل شاهد، رسول الله میگن قسم به الله اگر موسی زنده می بود هیچ علاجی نداشت مگر اینکه به من پیرو بشود. یعنی موسی علیه السلام اگر زنده می بودند به پیامبر صلی الله علیه و سلم باید پیرو بشن. چه که ما سوره آل عمران آیت 81 رو به شما بیان کردیم. پس همه ما اتفاق میکنیم که موسی علیه السلام درجه اشان از خضر علیه السلام بالا است. اگر موسی علیه السلام به پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده می بودند آمده حتما ایمان می آوردند، این چنین خضر علیه السلام باید به پیامبر صلی الله علیه و سلم بیایند ایمان بیارند بود. پس خضر علیه السلام زنده نیستند، وفات کرده اند، به خاطر همین به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نه آمده اند. اگر می بودند حتما می آمدند و ایمان می آوردند و صحابه می شدند. و بعد از این که دلیل سنت رو به شما بیان کردیم، نظر میکنیم به اجماع علمای محققین بر این که خضر علیه السلام وفات کردند. امام ابو اسحاق الحربی روایت میکنند و میگویند که هر کسی که دعوا بکند که خضر علیه السلام را ملاقات کرده است و دیده است، داند که شیطان را دیده است. زیرا اهل سنت در جماعت عقیده داریم که شیطان به صورت انسان تبدیل می‌یابد. و اینچنین امام احمد ابن حنبل و ابو الحسین ابن المنادی و امام بخاری و ابن الجوزی و ابن کثیر و ابن تیمیه و حافظ ابن حجر الاسقلانی و دیگر از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت میگویند که خضر علیه السلام وفات کرده اند و هر کسی که میگوید که من خضر را دیده ام داند که این دروغگو هست و شیطان را دیده است. و ما این را میگم اجماع محققین، اجماع امت نیست بلکه اجماع محققین. بارک الله فیکم. و بعد از این دلالت عقل را به شما ذکر میکنیم. عقل به این دلالت میکند که خضر علیه السلام وفات کردند. وقتی که عقلا نظر میکنیم میبینیم که الله سبحانه و تعالی در قرآن حضرت نوح علیه السلام را ذکر کرد و گفت فلبث فیهم 1000 سنه الا 50 عامه. حضرت نوح علیه السلام 950 سال عمر دیدند. الله همچون اثبات ربوبیتش، اثبات بزرگیش، این عمر نوح علیه السلام را ذکر کرد. اگر خضر علیه السلام را ما ذکر بکنیم، خضر علیه السلام یعنی هزارها سال، 2000 سال گویا زندگی کردند. هیچ روایتی نیست. یعنی الله و رسولش هیچ سخنی درباره طول زندگی و طول حیات و طول عمر خضر علیه السلام صحبت نکردند و این دلالت میکرد عقلا که خضر علیه السلام وفات کردند. بارک الله فیکم. پس برادرانم و خواهران بزرگوارم، ما با این همه به شما ذکر میکنیم که خضر علیه السلام وفات کردند. خضر علیه السلام نبی از انبیاء الله بودند. پس این همه روایت هایی که میبینید یا قصه هایی که از صوفیان میشنوید که خضر را دیدند و شنیدند یا به یگان حکمت خضر زنده اند، این همه باطل است. یگانه کسی که از انسان ها زنده است و در جنت است عیسی علیه السلام هستند و از جن ها این ابلیس لعنت الله علیه شیطان زنده است به دلیل خاصی که الله سبحانه و تعالی ذکر نموده است. بر رفعه الله علیه به حضرت عیسی گفته است که الله عیسی را به بالا برداشتند، عیسی باز نازل میشند و وفات میکنند و ابلیس تا آخر این دنیا وجود دارد چرا که الله فرصتش داد، اما دیگر کسی در روی این دنیا زنده نیست، همه میمرد. پس به همین قرآن و سنت و فهم صحابه به شما بیان میکنیم که همه صحابه اعتقاد داشتند که خضر علیه السلام وجود ندارند، یعنی وفات کردند. پس با همین این صحبت رو به پایان میرسونیم. ان شاء الله ما در حلقه های صوفی شناسی همچون یعنی بیان عقیده صوفی خضر رو در مسئله خضر بینواد با تفصیلات با کاملتر در چندین حلقه صحبت